یکی از سرویس هایی که این روزها تو اینترنت رشد فزاینده‌ای داشته و استفاده از اون مورد استقبال واقع شده، استفاده از سرویس های به اشتراک گذاری تصاویر ویدیویی یا فیلم های کوتاهه. Aparat.com آدرس یه سایت ایرانی برای به اشتراک گذاشتن تصاویر ویدیویی. این سایت که اسم با مسمایی هم برای خودش انتخاب کرده، از اواخر سال 89 راه اندازی شده و تونسته تو کمتر از 3 ماه به یکی از 100 سایت پربازدید تبدیل بشه. این سایت فارسی که تا به الان چند ده هزار ویدیو رو تو خودش جا داده، فیلم ها رو تو 18 موضوع مختلف مثل ورزشی، علمی، مذهبی، حوادث و طنز دسته‌بندی کرده تا دسترسی به ویدیوها آسان‌تر باشه. به خاطر پخش آنلاین ویدیوها، برای دیدن اونها به جز یه مرورگر اینترنت با قابلیت پشتیبانی از فلش نیاز به نرم افزار دیگه‌ای ندارید. آپارات هم مثل بقیه سایت‌های مشابه این امکان رو برای کاربراش فراهم کرده تا بعد از ثبت نام تو سایت بتونن ویدیوهای خودشون رو آپلود کنن و به ویدیوهای دیگران هم امتیاز بدن. به غیر از امتیازدهی به ویدیوها، تو صفحه هر ویدیو قطعه کدی هم وجود داره که اگه دوست داشته باشید میتونید اون قطعه کد رو توی سایت یا وبلاگ شخصیتون بذارید تا اون ویدیو تو سایت شما هم قابل مشاهده باشه. اگر هم از ویدیویی خوشتون اومد، میتونید اون رو تو شبکه‌های اجتماعی مثل کلوب به اشتراک بذارید تا دوستاتون هم اون رو ببینن. یکی دیگه از مزایای آپارات در مقایسه با سایت‌های مشابه امکان دانلود فیلم هاست. تو صفحه مخصوص هر ویدیو کافیه روی لینک دانلود این ویدیو کلیک کنید تا فایل تصویری مربوط به اون ویدیو به راحتی به سیستمتون منتقل بشه و بتونید بعداً حتی وقتی به اینترنت هم وصل نیستید اون رو ببینید. بد نیست بدونید تمام قسمت‌های برنامه بروز هم تو سایت آپارات موجوده. کافیه به کانال برنامه بروز تو سایت به آدرس aparat.com/بروز برید تا بتونید تمام قسمت‌های بروز رو اونجا ببینید. ضمناً این امکان رو هم دارید تا با جستجو در اینترنت به صورت آپارات بروز، مثلا قسمت 19 یا 18 شهریور یا صدای دیجیتال، به این سایت برین و ویدیوتون رو فوراً ببینید.